بچه ها این درخت رو میبینید؟ این درخت یه لحظه واستا. ما بچه که بودیم به اینا میگفتیم پیش پیشک. خب اول بهار الان یهو دیدم خیلی اصلا یاد اون موقع کردم. اینجوری میکندیم برگاشو میخوردیم. یه مزه شیرین خیلی خوشمزه‌ای داره. حتما دیدید تو خیابون بکنید بخورید، خیلی حال میده. وای ای وای، یاد بچگیام افتادم. یادش بره، دقیقاً مزه همون چیزا میده. وای اصلا انگار الان 7-8 سالمه، اینجوری بهتون بگم. یادش بخیر.